خدمات مرزبانی قرقیزستان از مناقشه نو در مرز این کشور با تاجیکستان از جمله سنگپرتایی و تیرپرانی در مرز خبر داد. بنا به اطلاع مرزبانان قرقیز شب 25 دکتر ساعت 19:40 در قطعه راه اوش بادکند اصفهان در موضع اکی توشه دهه کوکتاش نویه بادکند 3-4 شهروند تاجیکستان 4 ماشین شهروندان قرقیزستان را سنگباران کردند که در نتیجه ماشین ها آسیب گوناگون دیده ولی کسی از شهروندان آسیب ندیده است. سردار دیدبانگاه کوکتاش به جای حادثه آمده به هوا 3 تیر آگاه کننده پرانده و بعد این شهروندان تاجیکستان به درون قلمرو اون کشور فرار کردند. گفته می شود در اطلاعیه خدمات مرزبانی قرقیزستان بنا به این منبع بعد این حادثه ملاقات سرداران دیدبانگاه های سرحدی دایر شد. در این قسمت مرز دیدبانگاه علاوگی گذاشتند. جانب تاجیکستان خبر داد که افراد دست داشته در این حادثه جستجو کرده می شوند. خبر می دهد مرزبانان قرقیز. خدمات مرزبانی قرقیزستان همچنین خبر داد که گویا روز 25 دکتر تقریبا 14:30 مرزبانان تاجیک در پاسگاه خود در یک منطقه علامت گذار نشده مرز در روبروی موضع سوی نویه لیلک مینامیت گذاشتند و در حدود تاجیکستان در روبروی دهه های قرقیزنشین دنبه و مقصد افزایش شماره نیروهای نظامی تاجیکستان به نظر می رسد. قشونهای مرزبانی تاجیکستان تا حال این دو خبر را شرح ندادند. قبلا روز 24 دکتر مرزبانان تاجیک در یک اظهارات ویژه گفتند که وقتهای آخر حادثه های عملهای اغوا انگیزانه شهروندان و مرزبانان جمهوری قرقیزستان بیشتر به مشاهده رسیده باعث بد شدن وضع در سرحد می گردد. مرزبانان قرقیز در این هفته مرزبانان تاجیک را در تیراندازی به سوی ماشین کماز تحت اداره یک شهروند قرقیزستان عیبدار کردند. مرزبانان تاجیک در اظهارات خود آن راننده را به کوشش قاچاق سوزشواری عیبدار کرده به نوبت خود از تیرپران شدن خانه یک ساکن دهه سامانیان جماعت چارکوی اصفره از سوی ساکنان دهه مایسکی قرقیزستان و بازداشت 4 مرزبان قرقیز در پی عبور غیر قانونی مرز در حدود موضع چشمه نویه لخش خبر دادند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زدخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته حدود 240 زخمی شد. این زدخوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود.